سامی بیگی شهرتش را در عرصه موسیقی به خاطر قدرت صدا، ملودی جذاب و بیش از همه استعداد شگفت انگیز خود به دست آورد. او با موفقیت تورهای جهانیش در آسیا، اروپا و کشور آمریکا خود را به عنوان یک جوان با استعداد و موفق در جزو بهترین موسیقی امروز به شهره رساند. اما دنیا جهانبخت، چهره پرحاشیه اینستاگرام، در جنجالی تازه مدعی کلاهبرداری سامی بیگی، خواننده ایرانی خارج نشین، از او شد. در ماه‌های گذشته شایعاتی درباره رابطه دنیا جهانبخت و سامی بیگی مطرح شده بود. جهانبخت در روزهای اخیر با انتشار یک استوری اینستاگرامی این شایعات را تایید کرد. با این حال مدعی شده که بیگی از او کلاهبرداری کرد. جهانبخت در این استوری نوشته که حدود 6 ماه با سامی بیگی در ارتباط بوده که در این مدت بیگی مبالغی را از وی قرض کرده. جهانبخت در ادامه سامی را تهدید کرده که اگر مبالغ قرض گرفته شده را پس ندهی با سند و مدرک درباره او افشاگری میکنم. دنیا جهانبخت پیش از این نیز روابط پرسر و صدایی با افرادی مانند ساسی مانکن، امیر تتلو، پویان مختاری و مهراد جمع داشته که به واسطه حواشی و جنجال‌های همین روابط در فضای مجازی به شهرت رسید. رابطه پرحاشیه و نافرجام او با مهراد جمع، خواننده ایرانی، به تولد یک پسر انجامید که حالا با مادر خود در انگلیس زندگی می‌کند. مهراد جمع که برای زندگی با دنیا جهانبخت به انگلیس رفته بود، بعد از جدایی از او به ایران بازگشت و به روند کاری موسیقی خودش پرداخت. اما دنیا جهانبخت متولد سال 1368 در خانواده ثروتمند در تهران به دنیا آمد. جهانبخت در ابتدا حضور کمرنگی در دنیای مد داشت و به عنوان مدل فعالیت میکرد. اما نقطه اوج شهرتش در وقتی بود که در غم عشق از دست رفته‌اش یعنی ساسی مانکن دست به خودکشی با کمک روسری زد. او یکی از پرحاشیه ترین چهره‌های ایرانی اینستاگرام است. اما سامان اسحاق بیگی ملقب به سامی بیگی در یک خانواده هنردوست متولد شد. پدرش شهرام بیگی شاعر و نوازنده بود، به طوری که بیشتر روزهای خودش رو صرف ساز زدن می‌کرد. سامی فارغ التحصیل رشته موزیک پروداکشن می باشد که از گروه بلک کت شروع کرد. سپس به صورت مستقل به فعالیت خود ادامه داد و بیشتر در سبک پاپ و بلوز فعالیت کرد. بعد از جدایی از گروه بلک کت به دبی رفت و با همکاری کمپانی EMA کار تک‌خوانی را آغاز کرد و آهنگ‌های موفقی هم ارائه داد. او مدتی ساکن شهر لس آنجلس بود و حالا در ایالت کالیفرنیا زندگی میکنه. تیم نودونی آرزوی موفقیت برای سامی عزیز و دنیا جهانبخت پرطرفدار رو داره. امیدواریم که هر دوی ایشان در سلامتی به زندگی خودشون ادامه بدن.